در آغاز روز هنرپیشه شایسته تاجیکستان فاطمه مشربова را در انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو پیدا نمودیم. عقل میگوید بیا یک ناله دلگوش را بشنوید یاران حکایت میکنم من از بهار بشنوید یاران حکایت میکنم من از بهار در جهانی بی وفا شاید بماند یادگار در جهانی بی وفا شاید بماند یادگار جانی خود را از برای نام حق کردم نیست. او از سال 2012 تا این جانب در این بارگاه فعالیت میبرد. تعریف نشود در پیش فاطمه بسیار آواز قوی دارد، آواز با قوت. ولی شما پیش از برنامه گفتید من تعریف نمیکنم. در حضور من لیکن جای تعریفش هم هست. بله. برای که فهمیشی بلند موسیقی را دارد. از همین سبب کار با فاطمه بسیار آسان است. بله. 2-3 مرتبه فهماندن بسنده است برای فاطمه که فاطمه سرود را اجرا کند. هضم کنند. بله. فقط شعر هنگامی شعر انتخاب کردم من کوشش میکنم بارها فهماندگیم با فاطمه که اول شعر در خودت هضم کن بعدا سرودی بود که در یک روز آماده کردیم. این سرود مثلا به نزدیکی سرودی پدر سرود رو نهایت تیز آماده کردیم و فکر میکنم بسیار خوب اجرا کردم. ما یک سلسله فلک هم با فاطمه ثبت کردیم. یک سلسله نهایت مکمل کلام. برای فلک زینه به زینه میگویم. اکثریت آوازخوان‌های همین ژانر ما همین فلک زینه به زینه را ممکن یا 4 زینه یا 5 زینه اجرا میکنن. فاطمه باشه این سرود رو ما 7 زینه آماده کردیم در 7 زینه همین سرود رو سرود. اگر از همه زینه بلندش رو پرسیم بازی میخونیم؟ میخونیم البته میخونیم. در کشور ما بهار نوروز آمد ایام نشاطی بس دل افروز آمد از هر دم خوش همه باید کرده فاطمه مشربова در اویله صنعتکار به دنیا آمده است. بابایش اوستا قدم مشربوف، حجوینگار ممتاز گروه حجوی اوستا و مستا بود.
پدرش ارتور مشربوف کارگردانی آواز است. فاطمه در همه گونه محیط به وی رسیده است. شما در همین محیط موسیقی و سرود و ترانه به وی رسیدید، به همین دلیل که به ساحه موسیقی رفتید. من از خردیم فقط با موسیقی کلان شدم، به وی رسیدم و فکر میکنم که من هیچگاه به موسیقی نبودم. هم میدیدم فقط اپاراتورای پدرم دستگاه ها همه جا سرودخوانی میکردم. اول انگلیسی میخوند. سرود انگلیسی؟ خیوستن و ایدمو چیز تونی بریکس، شاده همش رو میخوند. بعد رنگ همی چید بسیارتر افریکانسکی چی هست که سبکای افریکانسی، ریپ و جاز و همین چیزا؟ همی جاز ها؟ همی را بسیار ناس حرمت ما میکرد. بعد گفتم که دختر ما چی در کنسرواتوری نه ما و پدر میخوام که چی شوم میدیک. دختر میخواستید چرا؟ گفتم تو یاد چی کن یک بار خودت رو تجربه کن. همین درو اینا که دولتمند خوب شاگرد استاد دولتمند خوب است. درو گیر چرا میخواستید طبیب باشه؟ خورد بودم، با لختک‌ها بازی میکردم و بعد میگرفتم اوکل سوزندارو میگذارم. سوزندارو میکردم یا میگرفتم اپتیکا داشتیم، داروها از درونش میبراوردم. همین دارو همچون میگی من در داروخانه کار میکنم، خیلی باید داشتم. وقتی که من در صنف یکم میخوندم پدرم به من گربت و فکر بودن. برای گربت تو یک زروندیم. خیلی رفتیم ایسور یک کوش داد برف بوجده چی ما گفتم که همی پیشک آمده میته و شک کوهستانی بود. گربه کوهستانی. گفتم که چی یکو خدمت میکنی. اول توی رو میگذارونی. گفتم بیگم گفت نام گربه‌تان چی بود؟ جانا بود. گربه‌ای که حاضر داره نامش چی است؟ فتوش. گربه‌ام با من کلان شد. تا بخش کورس سیوم بودم، وقتی که 16 ساله می شود از دنیا میگذرد. 3 روز من به خود نآمدم بودم. در چی میخونده شولا؟ و می ایستاد و به من گوش میکرد. گوش میکرد. من گوش میکرد، میشیشتم محکم میکردم و می ایستادم. خیلی بعد موسیقی را میموندم، بعد همین سرودخوانی میکردم و گربه‌ام میشتم خیلی گوش میکرد. عجیب. مخلصی اولی من. اتاق علایده خود را دارید؟ ما را به اتاقتان میبرید؟ اجازه هست که از اتاق شما بگیریم؟ گربه‌تون را به ما نشان میدید؟ عالی میشود. دوستان عزیز میرویم با اجازه فاطمه مشربوف از اتاقش دیدن بکنیم و میبینیم که اونجا خب با خود چی دارد و گربه‌اش چگونه است. اینجا اتاق من است. خب اتاق ایجادی است به قول. بله. این گربه من فتوش. گیرم بترس شما. نه به هر حال این محلی نیست. نه این پیشک بهت آروم است. فقط با فکر خودش. عجب چشمای زیبا داره. این رو از کجا آوردید؟ این رو من راستی از خریداری کردم. از کجا؟ از مغازه. از همین تاجیکستان؟ بله. این با فکرم گربه محلی نیست. نه کشور دیگه است نه؟ این شاتلندسکی. از شاتلندیه. عجب. خب دیگر بی‌ضابطه شد. چند سال داره؟ 2 سال. این گربه شما سرود گوش میکنه؟ این گوش میکند و کم و بیش. اصلا هیچ جگه با گربه اولش مانند نیست. من به حد
حیوان رو دوست می‌دارم. نه تنها گربه، هست سگ رو، تمامی همین حیواناتی که روی لب هست من دوستشو می‌دارم و من خیلی نزدیک است به دلم. شناسنامه هم دارد گربه شما؟ البته دارد. شناسنامه بیتاری. این همین. اوه، شناسنامه بین المللی بیتوری. یعنی شما امکان دارید که این رو با همراه خود به سفرها برید به کشورها؟ اونجا بردید همراه خود؟ حالا نبردم. ولی نقشه دارید؟ در نقشه هست. عجیب عجیب. اینجا جایزه های شما هست؟ بله. خب از چی شروع میکنیم؟ کدام جایزه ها رو اینجا دارید؟ اینا در اینجا من اولین حالا خورد بودم. صنفی گویم که صنفی 7 بودم. در اینجا فستیوال بین المللی بود. نوری امید کودکانه بود. در تمام جمهوری تاجیکستان شد. بله. بله بله. اینجا در نامیناسیون وکال شما. بله. جایی آوازخوانی کرده بودم. آوازخوانی کرده. حالا که از دوران مکتبخوانی. مکتبخوانی راستی گپ یک چی سرود خواندید اینجا؟ در اینجا سرودی روسی بود. Жил да был, бродобрей, на земле не найти добрей. Там خسرود. بله. خب دیگر جایزه هاتون از همصدا است. باز از ترانه موزیک هست. خلاص همیگونه جایزه ها و همیگونه است. در خانه چی کار میکنید بیشتر؟ در خانه چی کار کردن در خانه بیشتر من سرود سرایی میکنم، میخونم و مینوازم. و وقتی که خالگی هم که شد، در وقت خالگی من پخت و پز میکنم، با اهل و عائله میشینیم صحبت میکنیم. چه غذاها را دوست میدارید؟ من غذای به حد آش را دوست میدارم. پختنش را؟ هم پختنش را هم خوردنش را. عالی. در خانه جز آن دستگاه هایی که در استودیو داشتید اینجا با پدرتان، باز چی سازهای موسیقی داره؟ من در اینجا فورتپیانو دارم. در همون اتاق هستم؟ بله. بیشتر من کم کم سرود ایجاد میکنم. چی سرود ها ایجاد کردید؟ اگر که شنیده باشید، چون فصل بهار دور عشق است، یارم به لبش ترانه ندارد، هرگاه نگرم جمالی رویت، یک رمزی تاجیکانه دارد. عجیب. در همین ایجاد میکنید؟ چه جا فکر میکنم یک جای خلوت است برای شما، یک جای آرام است. بله برای من خیلی آرام است. میخواهم که بیشتر همین عصبم رو میخواهم در دیگر دنیایی که خودم رو آرام فورم حس کنم، تنها با نواختن و سرود سراییدن. بله. چگونه برای خود شرایط فراهم میارد هنگامی تنهایی در از روی خود محکم میکنید؟ همیگونه؟ بله بله بله. کسی را راه نمیدهید؟ چند ساعت با آرامیش و با همین مثلا تنهایی رو؟ یک چند ساعت می شود. هر روز این کار تنها پدرم رو راه میدهم. با اون کس گوش میکنم. بله. اگر اون کس نباشد با توصیه میدهند که این خیلی کردن در کار. بله. این فورتپیانوی الکتریکی است؟ الکتریکی است. بله. خب روشن کنیم؟ معلش. باشد. خب روشن شد؟ بله. روشن شد. چیزا بیارم برای نشستن. البته. خب یک لحظه. ما برای شما همه شرایط رو مهیا میکنیم که برای ما سرود خوانید. سلامت باشه. تشکر زیاد. خب در همین پیانین شما سرود ایجاد میکنید؟ بله من یک وقت میستم چشمانم رو میپوشم. چی رو باید میارید؟ نمیدونم خودم رو در دیگر دنیا حس میکنم. خب مثلا در پیش نظرتون چی در پیش نظرم فقط موسیقی نوتا ها با هم میویند در یک ترتیب جو میگیرن موسیقی میشوند. یکان چیزی که نوازید که مال خودتون باشه. نشین و اختر و ماهی در میان فرشته ها، بعد از این خواهی یا نخواهی تو رو دادم به دستی خدا. من بال و پر ندارم پرواز برام کنم، با درد و غم فغانم
پیشت روان کنم عجب. شما آهنگایی که میسوزید در حال و نوت هم داره یا که از روی بله نوت؟ بله کمتر با نوت هم سر و کار دارم و میخوام نوت که نوشته میتونید؟ میتونم البته ما در کنسرواتوری بله. آموختیم و میخوام که همین سرود رو من اولین شنونده شما هستیم نه؟ بله خلاص همین گونه از محیط خانه شما محیط ایجادی است، تنهایی است، سرود است، موسیقی است، بهترین است. همچنین برای ما میسر شد که در جریان ثبت کلیپ فاطمه مشربووا شرکت کنیم. چه خیلی است؟ در شام. بهترین چشم رحمت. نه خب ما هم خواستیم که یک جای غیر عادی باشد، یک جای رمزی باشد. مجمع استقلال است. یک جای است که بهترین است فکر میکنم که بیشتر وقت اینجا برآمد میکنه سرود میخونه. ما بیشتر در اینجا چورابینی‌های مهم میگذارد. راستی بسیار در اینجا ما برآمد کردیم برای مخلصان برای هموطنان عزیزمون بسیارتر در اینجا سرود خوانی میکنیم. ولی در وقت خالگی نمیآیید. وقت خالگی هم ندارید. به هر حال ما خواستیم که شما را دعوت کنیم و یک سیر و گشت کنیم به این باغ. شما قسمت بالای همین مجموعه برآمدید یکم بار؟ نه میبریم. البته سلامت باشید. مرحمت. چشمات رو پوشیده. چقدر زیبا، چقدر خورم، خسرو. شهر رو ببینید چقدر شهر در وقت شب وقتی که چراغ‌ها روشن می شود باز هم زیباتر می شود. بیاید یک بار چرخ زنیم. چقدر زیبا است اینجا. وطن ما شکوفان است. از این همه زیبایی، از این همه شکوفایی، از این همه آبادی که وطنی عزیز ما دارد چه الهام میگیرید شما؟ البته وقتی که وطن عزیز ما رو این خیلی میبینیم باور کنید الهامت میبرد که یک سرود بسرای خاصا فلک میدونید فلک رو در بلندی میسراید. بله. یک فلک بگیرید که تمام دوشنبه بشنود. ای فرزند بهارانی گلستانم منه ای پیوند نهالانی گل افشانم منه جان ای آب و گل من نباشد از پشتای پس ای از خاکی بلندی تاجیکستانم منه ای از خاکی بلندی تاجیکستانم منه یاری. آفرین، سلامت باشید. بهترین. شما در کنسرواتوار ملی گفتید در نزد استاد هنرمند مردمی تاجیکستان دولتمند خولوف تحصیل کردید، اونجا شاگرد ایشان بودید و دیگر یک شاگرد ارزنده هم هستید. البته من سال 2010 به کنسرواتوار ملی داخل شدم. سال 2015 ختم کردم با دیپلمی سرخ اعلا و چی بگم میگم که در اونجا استادی من دولتمند خولوف به من نازکی های فلک رو به من
یا آموزاندن. میگویند که اگر ژانرهای فلک و مقام رو هر هنرمند از خود کند نازکیش رو برای دیگر ژانرها ساده می شود. چون که شما استراد هم میسرید بعضی وقت راک جاز. بله این سرودایی که میسو اروپایی باشد این از خوردی هم. بله. این حالا که سرودا تجربه داشته. تجربه دارم بله. ولی وقتی که مثلا ژانر فلک رو از خود کردید فکر میکنم که الکی دیگر ژانرها برایتون ساده شد. بله. به حد این ژانر است که مرکب است. شما با زبان‌های مختلف ترانه می‌خواندید مثلا با روسی، انگلیسی، ایتالیانی. بله. کمتر همین سرود رو من فراموش کردم. کم ترکش که در خاطرم است. آهنگش هست. میشود. Sono troppe le paralisi aspettandome perché na. بله. از خوردی سرودهای انگلیسی و روسی الکی این چیزایی که بود که الکی در ذهن شما هست. سرودخوانی میکردم در پیش حیوانی خانه. بلندوشانه بله. میبردم میخوندم همه همین همسایه ها از پایان گوش میکردن. گفتن که این آوازی کی باشد اولش با این آوازی کی باشد که این قدر فورم است این قدر و ما پسند و نمیدونستن که این من میسرایم. یک دخترک نوعیان خوردکک. بعد وقتی که سرود می اومدن تق میکردن در رو گفتن که ما همین یک چیز رو فهمیم همین کی سرود سرای میکنه آوازی کی است. و پدرم مادرم نشون میداد که این فاطمه ما همین خوردکک. راستی در حیرت می اومدم میگفتن که چقدر آوازی فورم از خوردیش هم خیلی. بعد خیلی من این همچون شغلی دوست داشته من بود سرود سرایی آوازخوانی کردم. بعد من قدر فکر نمیکردم که من مشهور میشم. وقتی که من سال 2012 به صحنه قدم خودم رو گذاشتم خودم رو گم کردم. با در اونجا من با آواز زنده سرایدم. راستی هیچ وقت همون وقت هیچ وقت برای شما قدر زیاد کف نگفته بودن. بله. اولین بار کف گفتن. بله. از صحنه کیدم خیلی در اومدم و تنم هم خیلی بلرزه گرفت. لیکن خودم رو از دست ندادم. خودتون رو مسلح گرفته. بله بهترین. یک بار دیگر همون پیشایوانی خانه‌تون رو باید میارید. No, I can't forget this evening. All your face you were leaving, but I can ver just the way the storm go. You always smile, but your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. Can't live if living without you. Can't give anymore. Can't live living without you. Can't give سلامت باشید. خوب شما رو یک روز دیگر به تلویزیون سفینه دعوت میکنم میوید. اونجا ما برای شما یک تحفه غیر انتظار داریم حالا نمیگیم. خب در تلویزیون سفینه باز وام میخوریم اونجا باز صحبت رو ادامه میدیم. تشکر که امروز دعوت ما رو قبول کردید آمدید به مجمع استقلال به این بلندی بر آمدید و دوشنبه را تماشا کردید. من خودم رو چه حاضر حس کردم باور کنید و گفته نمیشود. قدر زیبایی رو دیدم. قدر زیبایی. با نوی قلم زنم کی با نقش قلم هم شادی